عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند باشین. خوش آمدید به یک ویدیو دیگه ما. در این ویدیو ما یک مهمان خواستم که در کنار ما شده. مهمان ما یکی از ارنجرهای موسیقی افغانستان است. وقت برجه میتیم که خود مشکل. سلام درود خدمت خودت ارسلان جان و بیننده های عزیز که میلسته از طریق چینل ارسلان جان ما را تماشا میکنند. امیدوار هستم که دور و صحتمند و سرحال باشند. معروف ارمغان هستم، یک از وکالیست و ارنجر موسیقی در خدمت ارسلان جان نازنین. چی باعث شد که شما به موسیقی را آوردیم؟ ارسلان جان گل در فامیل ما برادرای بزرگیم اهل هنر موسیقی هستند، تحصیل کرده موسیقی هستند. از زمانی که من خود را میشناسم با موسیقی بزرگ شدیم و علاقه زیاده به موسیقی پیدا کردیم و در پولیش ما موسیقی را علمی کار کردیم. اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان را خواندیم و پیش صدای گوناگون آموزش دیدیم. همین حالا میآموزم. ما شنیدیم که شما در ستاره افغان بودین. دقیقا ارسلان جان، ما در دوره فکر کنم 8 بود یا 9 بود در برنامه ستاره افغان اشتراک کرده بودم و خیلی پیشم رفتم. علاقه ای که با واسخوانی داشتم، گرچه من نوازنده موسیقی بودم اون زمان، یعنی پیانو می نواختم با مفروض جان برادرای عزیزم. بعدش علاقه گرفتم به آوازخوانی و اولین دفعه بود که من سر استیج می خواندم و ترای کردیم. خوشبختانه در برنامه کامیاب شدیم. بسیار خوب. از غذاها کدام غذا را شما بسیار دوست دارید؟ ما تمام غذاها را دوست دارم. همگیش یک طعم خاص خود را داره. زیادتر که دوست دارم بریانی را دوست دارم، پیزا را، غذاهای اسپایسی را زیادتر دوست دارم. بسیار خوب. ما همه چیز را دوست دارم. خوش ما و شما یکی است. دقیقا. و کدام ورزش شما علاقمند هستید؟ ما تمام ورزش ها را دوست دارم. علاقه ای که زیاد دارم به جیم و آبازی خیلی علاقه دارم و همیشه وقت در افغانستان که بودم هم جیم می رفتم هم آبازی. از وقتی که مهاجر شدیم یک سلسله مشکلات پیدا شده که رسیدگی نمیتونم، گرچه دوست دارم که ادامه بدم. بسیار خوب. ما خود دیدیم که امروز ما فوتبال کم وقت میکردیم، یعنی دقیقا. که ما شما عروسی کردیم، یعنی ارسلان جان گل ما ازدواج کردیم خوشبختانه و یک بچه که نازنین به اسم شایان دارم. بله دقیقا. و خیلی راضی هم هستم از این. در آخر بر بیننده های ما چی گفتن دارید؟ در قدم خود تشکر میکنم از فامیل ارسلان جان از میمانی زیبایشان. خیلی به زحمت هم شدن و از بیننده های کمیل هستم ما رو میبینن. ازشان خواهش میکنم که ارسلان جان تعقیب بکنن و چینلش سابسکرایب، لایک، کامنت فراموش نکنن. انشالله که برنامه خیلی جالب و دیدنی در راه است از این جوان کوچک. تشکر میکنم که از شما که وقتتان بر ما دادید. خواهش میکنم. انشالله که همیشه در خدمت هستیم، خواد بودیم و این جوان دوستا فراموش نکنین که خیلی یک جوان با استعداد است و خیلی علاقه زیاد داره و چینل یوتیوب که ساخته میخواد که از طریق این چینل احساسات کودکی خود را بیان کنه. امیدوار هستم که شما سپورتش کنید. دوستا لایک، سابسکرایب و فالو فراموش نکنید. خداحافظ تا ویدیو بعدی.